17 سپتامبر 2021 بود که یه سریال کره‌ای سرویس استریم آنلاین نتفلیکس رو تکون داد. فصل اول اسکوید گیم به پربیننده ترین سریال نتفلیکس تو 94 کشور تبدیل شد و تونست تو ماه اول به 1.6 میلیارد ساعت بازدید برسه که رکورد سریال قبلی یعنی بریشتون رو شکست. البته بگم سایرین پیکچرز کره جنوبی تولید کننده سریال بوده و نتفلیکس یه جورایی نقش تهیه کننده داشته، سرمایه‌گذار و توزیع کننده بوده. احتمالاً اکثرتون داستان سریال رو میدونید. ماجرای افرادیه که تو زندگی به شکل‌های مختلف شکست خوردن که به صورت اتفاقی به یه مسابقه عجیب با جایزه 30 میلیون دلار دعوت میشن. مسابقه توی جزیره دورافتاده برگزار میشه و شرکت کننده‌ها باید تا مشخص شدن برنده نهایی تو جزیره حبس بمونن. برنده چجوری مشخص میشه؟ هر روز یه بازی که از بازی‌های کودکانه الهام گرفته شده رو انجام میدن تا اینکه بعد 6 روز برنده از بین 456 نفر مشخص بشه. فضای بازی هم خیلی طراحی جالبی داره. حالا در موردش حرف میزنم. اسم اسکوید گیم یا بازی مرکب هم از یه دونه از همون بازی‌ها میاد که بعد تو اون جزیره انجام بدن که یکی از بازی‌های سنتی کره جنوبیه. این خط اصلی داستانه و ما از زاویه دید سون گی هون که همون شخصیت اصلی وارد داستان میشیم. چند تا داستان فرعی هم داره که به موازات داستان اصلی پیش میرن که یکی از نقاط ضعف سریال همینه که داستان‌های فرعی ضعیفن. فصل اول اسکوید گیم طرفدارای خیلی زیادی پیدا کرد. منتقدا هم به خاطر داستان جذابش، فرضیه منحصر به فردی که مطرح میکنه و اجرای خوب بازیگرای کره‌ای تحسینش کردن. ولی در این حال نقدای تندی هم بهش شد. بعضیا معتقد بودن پیچش‌های داستانیش خیلی قابل پیش بینیه. شخصیت‌هاش هم عمق ندارن، مخاطب نمیتونه باشون همزاد پنداری کنه. خود سریال هم بعضی جاها جلوی این همزاد پنداریه رو میگیره. مرگ شخصیت‌ها رو خیلی بی اهمیت جلوه میده. آدم‌ها رو تبدیل میکنه به عدد، کمشون میکنه. که بگه اینجا مرگ عادیه، وضعیت خیلی خرابه، ولی خب این ضربه میزنه به ارتباط حسی بین مخاطب و اثر. ولی به هر حال تونست این امتیازها رو از سایت‌های رنکینگ فیلم بگیره. تو IMDb امتیاز خوب 8 از 10 رو گرفته. تو راتن تومیتوز 95% نقدا مثبت بوده و تو متاکریتیک هم امتیاز 69 از 100 رو از منتقدا گرفته. فصل اول سریال خیلی خوب تو جهان گل کرد. سازنده‌های کره‌ای سریال هم خیلی خوب از این فرصت استفاده کردن. هم تونستن فرهنگ سنتی خودشون رو به مخاطب بشناسونن، هم کشوری که باهاش مشکل سیاسی دارن یعنی کره شمالی رو تو سریال بزنن. ولی اینکه بگیم اسکوید گیم بود که صنعت سریال سازی کره رو جهانی کرد اشتباهه. میشه گفت یه موج بود. ولی یادمون نره کره کمپانی‌های بزرگ ساخت و پخش سریال داره که سریال‌های با کیفیتی تولید میکنن و خیلی وقتا هم جهانی میشه. بعد از اسکوید گیم که 2 سریال عازم جهنم و همه ما مردیم هم اومد از کره جنوبی که خیلی هم دیده شد. عازم جهنم که رکورد اسکوید گیم هم زد. اصلا یکی از دلایلی که نتفلیکس داره رو کره سرمایه‌گذاری میکنه همینه که ظرفیتش رو از قبل دارن. خیلی‌ها این نقد وارد میکنن که اسکوید گیم آنچنان نوآوری و خلاقیتی هم نداره. مشابه این خط داستانی رو تو خیلی از فیلم‌ها و مانگاهای ژاپنی می‌بینیم. کارگردانی آنچنان شاخی هم نداره. پس چجوری به اینقدر بازدید زیاد شده سر زبون افتاد؟ میشه گفت یکی از دلایلش قدرت پروموت نتفلیکس بود که الان به یه غول رسانه‌ای تبدیل شده. از دکور سریال هم نمیشه غافل شد چون واقعا جالب طراحی شده. به گفته خود کارگردان هوانگ دون کیو که اسمشون خیلی جالبه. طراحی صحنه‌ها با الهام از حکاکی‌های موریس اشر و زمین‌های بازی واقعی بچه‌ها ساخته شده. جوری طراحی شده که زیبا و شیرین به نظر برسه. دوربین هم تو همه قسمت‌ها تاکید داره رو دکور و انصافاً هم از لحاظ بصری قشنگ طراحی شده. کلاً فضای بازی‌ها خیلی خوش رنگ و لعاب طراحی شده و هر روز که اینا وارد یه بازی جدید میشن تضاد جالبی به وجود میاد بین فضا و محیط فانتزی و کودکانه و رنگ‌های شاد و اتمسفر رازآلود و وضعیت تهدیدآمیزی که این شخصیت‌ها توش گیر کردن. راستی اگه به فیلم و سریال علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید. تو فصل دوم که سال 2024 اومد سعی شده چالش‌های جدیدی به وجود بیاد و داستان گسترش پیدا کنه. شخصیت اصلی تصمیم میگیره بره به دنبال حقیقت پشت پرده این بازی. چون به این نتیجه رسیده که این فقط یه بازی و سرگرمی نیست، یه سیستم پیچیده و تاریکه که انسان‌ها رو به سخره گرفته. سونگی هم از همین عصبانیه و میره دنبال انتقام گرفتن از نفر اصلی اون بازی. شخصیت‌های جدیدی تو فصل دوم معرفی میشن و سعی شده روند داستان رو فصل اول تفاوت‌هایی داشته باشه. ولی خیلی‌ها این نقد داشتن که اون فضا و اتمسفر دیگه تکراری شده. البته سریال سعی میکنه رو دستایی بزنه و ریتم خودش رو حفظ کنه. در نهایت امتیازهای کمتری از فصل اول گرفت اما به طور کلی اصلا امتیازهای کمی نیستن. 1 سال بعد فصل سوم منتشر شد که داستانش دقیقاً از همون جای شروع میشه که تو فصل دوم تموم شده بود. به نوعی جنبندی داستانه و پاسخ به اون سوالایی که تو 2 فصل قبلی طرح شده بود. این فصل هم حول محور شخصیت گیهون و تلاشش برای نجات زندگی خودش و بقیه میچرخه. در واقع گیهون تو فصل 2 و 3 نقش قهرمان رو پیدا کرد. میخواد یه تنه بزنه تو دل مشکلات، حتی مشکلات بقیه هم حل کنه. اما مشکل اینجاست که شخصیت پردازیش این اجازه رو نمیده. شخصیت پردازیش از اول هم ضعیف بود.
به عنوان نقش اصلی خیلی منفعل بود، حالا چه برسه اینکه بخواد قهرمان باشه و رهبر باشه. تو این فصل خشونت‌ها بیشتر شده، خیلی از شرکت کننده‌ها بدون هیچ مانعی همدیگه رو میکشن که بتونن به اون مقصودشون برسن. دیدم یکی نوشته بود انگار انتخاب ازشون گرفته شده و بدون فکر کردن فقط میکشن. خود سازنده هم وعده داده بود که قرار فصل سوم سریال سیاه‌تر باشه و اون سقوط اخلاقی سریال که از اول مد نظر بود و تو این فصل شدیدتر ببینیم. ولی خب چی بگم، با اینکه این امتیازات رو گرفته ولی هر کسی متوجه میشه که این حرکت تو سینما جواب نمیده. وقتی درامی در کار نباشه مخاطب حوصله‌اش سر میره و خسته میشه. من که از هر کی میپرسم از فصل دوم و سوم راضی نبوده. مثلا سایت راتن تومیتوز 51% نقدهای مردمی مثبت بوده که اختلاف زیادی با درصد منتقدا داره. خیلی‌ها این سوال واسهشون پیش اومده که این داستان واقعیه یا شبیه این بازی الان یه جایی از جهان داره اجرا میشه. معلومه که نه، امکان نداره همچین ماجرایی باشه و یه خبر ازش درز نکنه. از مرموزترین و مخفی‌ترین چیزایی که یه گوشه از جهان توی جزیره داره اتفاق میفته که نمونه‌هاشو دیدیم، بالاخره یه خبری درز میکنه. هر چقدر هم که دولت‌ها و قدرت‌ها پشت سرشون باشن. مخصوصا این مورد که قراره یه سرش بخوره به مردم عادی، یعنی فقط پولدارا و صاحب قدرت‌ها نیستن که میرن اونجا، قراره مردم عادی هم برن. تو این زمینه سریال خیلی بد عمل میکنه، یعنی رابطه این مسابقه و این جزیره با دنیای پیرامونش اصلا مشخص نیست. خیلی کودکانه تصویرش میکنه. یه سری پولدارن فقط همینا میدونن. بعد نیروهای اونجا هم از مردم معمولی ان، شرکت کننده‌ها از مردم معمولی ان. نیروها میتونن دیگه کارو ادامه ندن و برگردن به زندگی عادیشون و حتی با همون لباسا تو خیابونا ظاهر میشن و اینقدر قدرتمندن که هیچ کس متوجه نمیشه. خود سریال هم این ادعا رو نداره که داستان واقعیه، در واقع داره زندگی رو تشبیه میکنه به این مسابقه که زندگی ما تو این ساختارهایی که مثلا سرمایه‌دارا حاکمن تبدیل شده به یه چیزی شبیه این بازی که آدما هرچی دست و پا میزنن باز فقیر و فقیرتر میشن و یه سری پولدار دارن واسه خودشون حال میکنن و اینکه مردم معمولی هم به هم دیگه رحم نمیکنن، به خاطر حرص و طمعی که دارن به هم دیگه دروغ میگن، پا روی شونه هم میذارن که حالا تو این سریال به خشن‌ترین نوع ممکنش به تصویر کشیده شده. حالا اینکه دنیا اینجوری هست یا نیست و من کاری ندارم، ولی ما تو سینما با پرداخت کار داریم. مثلا پرداخت تو اجرا خوب باشه ما حال میکنیم، نور پردازی، رنگ، فیلم برداری یا فیلم نامه. مثلا واسه همین فیلم و سریال میبینیم، قرار نیست فیلم و سریال ببینیم بگیم عجب حرفی زد. معمولا در طول زمان واقعیت مشخص میشه، بعد صبر کنیم ببینیم این سریال هم مثل سریالای شاهکاری که دیدیم، لاست، فرار از زندان که همشون ماندگار شدن، ماندگار میشه یا نه، که تقریبا بعد 3-4 سال مشخص شده. اینم امتیاز همه قسمت‌ها به صورت مجزا تو IMDb که از 697,000 رای به دست اومده. همون جوری که می‌بینید فصل اول 9 قسمت، فصل دوم 7 و فصل سوم هم 6 قسمت داره. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.